درود بر شما دوست عزیزی که دارین ویدیو رو نگاه میکنی. و نه، من قرار نیست مثل ویدیو سونیک تو تامنیل از فیلم بعد بگم اما تو ویدیو به چه چه کنم. و آره واقعا با انیمیشن سریال اینوینسیبل مشکل دارم. میدونید چرا؟ باید بهتون بگم که من اون اوایل واقعا با انیمیشن این سریال مشکل خاصی نداشتم. حتی یادم اون موقعی که بحث یه سری جدید بنتن داغ بود، خیلی دوست داشتم که اون سری هم یه انیمیشنی مثل همین حالت داشته باشه، چون هم شبیه انیمیشن قدیمی بنتن بود، هم یه حالت دارکتری داشت و همین که گرون قیمت نبود. همه چی از فصل دوم شروع شد که به نظرم انیمیشن یه خورده برام عجیب اومد. انیمیشن بهتر شده بود، یعنی ما دیگه تصویرهای پی ان جی یا تصویرهای 3D عجیب غریب وسط تصویر نداشتیم، اما خب خیلی تغییرات عجیبی داشت. مثلا مارک همیشه انگار خیلی خسته بود. درسته اون اوایل سریال منطقی بود چون دیگه بعد از اون حادثه پدرش منطقی بود که اینطوری باشه، اما دیگه هر وقت تو لباس اینویسیبل نبود انگار که یه آدم خیلی اصلا مثل مارک سیزن قبلی خیلی شاد نبود. حالا این تو سیزن سوم درست شده، ولی خب حالا یه چیزو خیلی میخوام با این نفر مطرح کنم ولی نگفتم، فکر کنم تو چنل خودم بگم بهتره. مارک توی اون قسمت 4 خیلی به من وایبای یه کاراکتر اصلی هنتایا رو میده. نمیدونم چی داشتم میگفتم، یعنی خب باز یعنی مشکل داشتم مردم با انیمیشن فصل 2، ولی انیمیشن فصل 3 چون اومدن سریعتر بسازن فصل 2 بدتر شده. خیلی صحنه‌های جذاب داره. مثلا اپیزود 4 من خیلی من امید داده بود از نظر انیمیشن و قشنگ بودجه خیلی خوبی انگار داشتن برای اون قسمت 4 چون خیلی انیمیشنشون بهتر شده بود. اما بعد اپیزود 5 کلا بعضی از سکانس‌های فصل 3 حتی سکانس‌های صحبت کردنشون هم پدر ما رو در میاره. یعنی خودش اینا تو فصل 2 توضیح دادن که حالا برای انیمیشن ما هزار تا راه داریم که مثلا سریعتر مکالمه رو بدیم بره، اما بعضی وقتا انگار نقاشی که زیاد هم خوب عذاب در نیومده. می‌دونی چی میگم؟ و از اون روشو استفاده نمیکنن و می‌دونی بعضی وقتا انیمیشن خیلی خوبه و بعضی وقتا انیمیشن خیلی بده. من با تصویر پی ان جی واقعا مشکلی ندارم، یعنی من فصل اول می‌دیدم واقعا با انیمیشن مشکلی نداشتم، وقتی ریواچش کردم فهمیدم اینا هم بودن و واقعا با تصویر پی ان جی مشکلی ندارم، چون یه آدم پرواز کنه واقعا همچین مخصوصا بدون شلن، وقتی شما بدون شلن پرواز کنید واقعا شبیه هم چیز تو دنیای واقعی ممکنه بشید. حالا ما که ندیدیم کسی پرواز کنه، اما به احتمال زیاد اینطوری اگه دیگه خیلی کامل مسلط باشی. ولی به هر حال انیمیشن خوبیه، اینقدر بد نیست که بخوام سر آرتیستا بگم انیمیشن خیلی بدیه. البته خب میدونی اسکریپت اینویسیبل دقیقاً تو کامیکاش هست، یعنی حالا چیزی هم عوض کرده باشم مثل حالا جنسیت اسمش چی بود، شریکینگ ری خوبه، اما خب عملاً پلات داستان هستش تو کامیکا و یعنی اینا فقط باید همونو بیان بسازن با انیمیشن خوب و این کار انجام نمیدن. خیلی از انیمیشن‌های بچگونه و مسخره مثل تین تایتلز گو انیمیشن واقعا بهتری دارن از اینوینسیبل. خب این موضوع خیلی من اذیت میکنه، چون انیمیشن‌های تو کامیک یعنی اون آرتیستی که کامیک داره خیلی خفنه، ولی خب چه کنیم دیگه، کاری از دست ما بر نمیاد. همین بهتر که ما سریعتر داریم میگیریم. نه واقعا یعنی به نظر من هر دیرتر میدیدن انیمیشنش بهتر بود واقعا بهتر میشد در کل. ولی اینویسیبل انیمیشن سریالی خوبیه. من هنوز اپیزود 6 رو نمیدونم حالا وقتی من این ویدیو دارم آپلود میکنم اپیزود 6 اومده یا نه، ولی من به فصل 1 و 2 9 میدم. فصل هنوز کامل نیومده که بخوام نظرام بدم. و آره در کل که خداحافظ.